سلام بچه‌ها. امروز با هم یه بازی واقعیت یا دروغ انجام میدیم. ببینیم چند تاشو درست حدس میزنید. پس آماده این؟ بزن بریم. زرافه ها میتونن بدون آب تا 3 هفته زنده بمانند. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: انسان فقط از 10% مغزش استفاده میکند. واقعیت یا دروغ؟ دروغ: عسل هیچ وقت فاسد نمی شود. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: حلزون می تواند تا 3 سال بخوابد. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: قلب نهنگ آبی به اندازه یک ماشین کوچک است. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: شترمرغ‌ها وقتی می‌ترسند سرشان را در خاک فرو می‌کنند. واقعیت یا دروغ؟ دروغ: بدن انسان بیشتر از نصفش آب است. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: کوسه‌ها قدیمی‌تر از درخت‌ها هستند. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: گربه‌ها می‌توانند طعم شیرینی را بچشند. واقعیت یا دروغ؟ دروغ: مارها گوش ندارند اما صدا را از طریق زمین میشنوند. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: برخی از لاک‌پشت‌ها می‌توانند نفس خود را تا 10 ساعت نگه دارند. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: مومیاها در مصر باستان همیشه با پوست حیوانات پیچیده می‌شدند. واقعیت یا دروغ؟ دروغ: دلفین‌ها می‌توانند همزمان خواب و بیداری باشند. واقعیت یا دروغ؟ واقعیت: ستاره‌های دریایی مغز دارند. واقعیت یا دروغ؟ دروغ: قطره‌های باران همیشه اشکال گرد دارند. واقعیت یا دروغ؟ دروغ: اسب‌ها نمی‌توانند پشت سر خود نگاه کنند. واقعیت یا دروغ؟ دروغ. خب بچه‌ها، چند تا درست حدس زدید. نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. اگه خوشتون اومد لایک کنید و سابسکرایب فراموش نشه تا قسمت بعدی واقعیت یا دروغ رو از دست ندید.